این دیکتاتور امام علی خودش تجاوز کرده است این بند و ماده را. این کنستیتوسیون را خودش تجاوز کرده است. آی دیکتاتور، خود در ماده 65 سرقانون جمهوری تاجیکستان امضا کردی که 2 مراتبه، اگه 5 ساله بود مایلش 7 سالش کردی، 2 مراتبه 7 ساله بود مایل 7 سالش 14 سالی، نه مایلش 14 سال بالا سر قدرت بودی، 28 سال شید. اولی هم نمیره. تو تجاوز کردی با نه تنها این کنستیتوسیون را عملی نمیکنین تو و خاندانی تو و رژیمی تو، بلکه تجاوز کردین، توف کردین به این سرقانون و پرتافتین. جای نازکی ما در اونجا است که یا مرگ یا ما را قتل میکنین، از بین میبرین، و یا که تا آخر ما چیکار میکنین؟ رژیم ظالمانه تو را نابود میکنیم. دیگه جای نازکی نداریم، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، هیچ کس برای ما جای نازکی شده نمیتواند. السلام علیکم بینندگان عزیز. بخواهم در یک مسئله داغ روزه که امروز در داخل تاجیکستان رخ داده ایستاده است که این هم باشد بالای سری پدر و مادران مخالفین اذیت و آزار و شکنجه آوردن رژیم ظالمانه امروزه، که رژیم ظالمانه را که امروز یعنی راهبر است، به همه ما و شما معلوم است که سفر به اروپا کرد و همچنین وزارت کمیته امنیت جمهوری تاجیکستان. دیروز پدرم زنگ میزند میگوید که پسرم تو گناه نداشتی، تو گناه نداری، من تو را میفهمم تو گناه نداری، اما تو را دیله جنایتی کردن، دیله جنایتی کشادن و همچنین با تو را بخشیدن. الان میگذاریم با صدای پدرم، گوش بکنه پدرم چی میگه. بچه ترا غلطوندن دارم ستاچپ غلطیدگی دارم آف غلطیدگی شما خی اما آف دا غلطیدگی خب کنین کم ترک دام تبگی بخی از باروی سواب از باروی سواب ما چگونه کردیم که عفو کنم؟ بخی فهمیدم ما فهمیدم اخی اینا تام فهم اخی ما میدونم که شما گناه نداره اینا مایلی نکی اخی تو امو مردک شما را با آف کردگی هم دیلتون کشودگی های با آفتون کردگی های اخی هم تخت دور بگی کو با بستن کو چیگه میشوا با نزدیکی با ویبره با بستن کو چیگه میشوا فهمیده است ما پاگا پیش بودم میره جواب میگم چیکار کردی میگه گپ زدی چیگه میشه چیگه دیجی وقت نمیفهمی گپا تو ما طرف فهمونده استم مردک خوب همین تو بگذار که تمام بگناه بودی نه که طرف دمیجه دیلا کده نه که با همین دیلات افشید اوکی خیلی افت کشید کپ دم تبری کو کمتر. دیدین این رژیم دیکتاتوری و پدر و مادر و کلانسالهای ما رحم ندارند، حالان که من یک شهروندی آزاد و مثل شما شهروندانی آزاد اندیش و از سین 18 بالا هستم. یعنی من در اختیار پدر و مادرم نیستم که امروز مرا از پدر و مادرم مجبور کنین که من پس بگردم توسط پدر و مادرم، حالان که یک چند ماده و بندی سرقانون جمهوری تاجیکستان در اینجا میگذاریم که چگونه خودی همین حکومتدارا، خودی همین رژیم سرقانونی که به دست خود امضا کردند پیروی نمیکنند، عمل نمیکنند به این سرقانون گفته میگذره. یکم چی آزادی هایی که برای من یک شهروندی جمهوری تاجیکستان و حق و حقوقی که مرا داده است میخوانم. ماده 5 سرقانون جمهوری تاجیکستان چی میگه؟ انسان حقوق و آزادی های آن ارزش عالی می باشند. انسان یا حقوق، حقایی که مرا دولت داده است ارزش عالی دارند. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوقهای فطری انسان داخل ناپذیرند. حقوق و آزادی های انسان و شهروندان را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می نماید. بگذاریم در ماده دیگر، ماده 14 سرقانون جمهوری تاجیکستان چی میگه؟
حقوق و آزادی های انسان و شهروند با واسطه کنستیتوسیا، قانون های جمهوری و سند های حقوقی بین المللی که از طرف تاجیکستان اعتراف شدند حفظ می‌گردند. ما از سرقانون جمهوری تاجیکستان بیرون نبرآمدم. از همه سرقانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بیرون جنایت نکردم که حالا که مرا شما دله کردین. میگذارین در ماده دیگر، ماده 26 سرقانون جمهوری تاجیکستان. هر کس حق دارد مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده و یا یک جایه با دیگران دینی را پیروی نماید و یا که پیروی نکند، در مراسم رسم و آیین‌های دینی اشتراک نماید. این حق و حقوق را کی داده است به من؟ آیا سرقانون جمهوری تاجیکستان برای من آزادی دین نداده است؟ چرا ما از دین خودمون پیروی میکنیم؟ چرا ما از مقدسات دینیمون پیروی میکنیم؟ برای ما کمیته امنیت، برای ما داعش گفته ما را تهدید میکنند، داعش گفته ما را کنج زندان میکند. برای چیست؟ حالا که آزادی، حقوقای آزادی های شهروندان را کنستیتوسیون سرقانون معین کرده است کو؟ ماده 29 سرقانون جمهوری تاجیکستان چی میگه؟ شهروند حق دارد در مجلس، گردی همایی، نمایش، راهپیمایی آسایشته که قانون مقرر کرده است شرکت ورزد. او سرقانون گفته سعی هر کس حق دارد در مجلس ها، در گردی همایی ها، در نمایش ها، راهپیمایی آسایشته. در تاجیکستان میشوم خیلی چیزا اجازت هسته که ما را یک راهپیمایی کنیم و از بند و ماده و سرقانون که بر ضد شما برآمدین از اونها طلب کنیم که شما این بند و ماده را شکستین. اور ما در آخر میگم که کجا را و کیها بند و ماده سرقانون جمهوری تاجیکستان شکستن، تجاوز کردن و پایمال کردن و بر ضدش برآمدن. در ماده 30 سرقانون جمهوری تاجیکستان چی میگه؟ هر کس به همه انسان آزادی سخن میتید. یکم سرقانون گفته سعی من پیش خودم نگفتم. بگیرین کنستیتوسیون را باز کنین نگاه کنین. هر شخص آزادی سخن داده است. نشر، آزادی نشر کردن، نوشتن یک چیز، یک کمبودی امروزه رژیم ظالمانه را گفتن برای ما را اجازه داده است سرقانون و حقوق داده است برای ما که از اینمی واسطه اخبار عامه، شبکه‌های اجتماعی استفاده بریم. برای چی برای یک کلاس موندن میبره 9 سال 10 سال میتین؟ حالا که نشر کردن ده حق داشته است، با آزادی سخن ده حق داشته است، واسطه اخبار عامه در شبکه‌های اجتماعی حق داشته است که صحبت کند، چیزی را از کمبودی‌های رژیم ظالمانه بگوید. حق سرقانون جمهوری تاجیکستان داده است. چرا شما میرین از پدر مادرها، از گریبان پدر مادرها میگیرین که پسرای شما جنایت کرده؟ از قانونتون گیله کنین، از قانونی که خودتون به دست نوشتون از این گیله کنین. از مردم نه، مردم حق خودش طلب داره. اکنون میگذاریم با ماده و بندهایی که این دیکتاتور امام علی خودش تجاوز کرده است. این بند و ماده را، این کنستیتوسیون را خودش تجاوز کرده است. میگذاریم با او بند و ماده ها. در ماده 6 سرقانون جمهوری تاجیکستان چی میگه؟ در تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده. این را به واسطه و یا با واسطه وکیلان خود عملی میگردانند. راهبری دولت و راهبری حکومت تاجیکستان یک شخص دیکتاتور نیست، خلق است. وقتی میگوید دولت دموکراتی، حاکمیت از آن خلق، راهبری دولت خلق.
راهبری حکومت خلقه، نه اینکه یک شخص دیکتاتور. نگاه که چگونه بند و ماده های سرخان جمهوری تاجیکستان از طرف کی تجاوز شده ایستاده است. افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق، رای پرسی عمومی خلقی و انتخابات است. توسط انتخابات مردم رای خچه انتخابی خچه میگذارد و او قانون بد عملی می شود. چرا فکری مردم نگرفته؟ حتی مردم راضی نیستن از اینکه شما قانون بالای سرشون نویسته میکنین. خلق راهبری حاکمیت است، راهبری دولت است، نه یک دیکتاتوری امام علی و نه رژیمش. اینجا مردم، خلق باید راهبری حکومت باشد. خلق چیزی را که میخواهد باید انا را انتخاب کنند، نه اینکه بالای سری مردم قانونی خودتون را عملی کنید. خلق تاجیکستان را صرف نظر از ملتشان شهروندان تاجیکستان تشکیل میکنند. چی ملتی که نباشد، چی ازبک است، روس است، قزاق است، قرغیز است، تاجیک است، هر وقتی در تاجیکستان تولد میشود، در تاجیکستان فعالیت میبرد، زندگی میکند، و شهروند جمهوری تاجیکستان است و مردم تاجیکستان است. ملت گفته، ملت تاجیک گفته، بالا بردی اکثریت مردم دیگری که بیچاره در تاجیکستان تولد شدن، فعالیت کاری دارن، زندگی خوب دارن، مثل ازبک تبار هستن، مثل قرغیز تبار هستن، آنها را حق و حقوقشون پایمال در زمین زده پرتفتی. باید شما نگین که ملت تاجیک، باید شما بگین مردم تاجیکستان. در تاجیکستان چندین قوم و قبیله ها زندگی دارن، باید شما بگین که مردم تاجیکستان. هیچ یک اتحاد جمعیتی، هیچ یک اتحاد جمعیتی، هیچ کس اتحاد جمعیتی که دارن، حزب های سیاسی، نه حزب خلقی دموکراتی، نه حزب اگراری، نه حزب سوسیالیستی، هیچ حزب های سیاسی، گروه آدمان و یا فرد حق ندارن که حاکمیت دولت را غصب نمایند. امروز ما میبینیم بعد شما دیده ایستاده ایم که حکومت تاجیکستان و حاکمیت دولتی از طرف تو امام علی دیکتاتور و رژیم تو غصب شده است و خانواده تو غصب شده است. کجای نمیره فرزند بچهش، کجای نمیره از دخترش، کجای نمیره از داماداش. یک دولت تاجیکستان شما دیکتاتور و رژیمت و خاندان تو، خانواده تو غصب کرده است. تجاوز به این قانون کردین، شما به سرقانون جمهوری تاجیکستان تجاوز کردین. حالا که سرقانون جمهوری تاجیکستان برای ما میگوید که حق ندارین شما این را غصب کنین. غصب حاکمیت و یا تصرف صلاحیت آن من است. چی به شما تصرف کردین حاکمیت جمهوری تاجیکستان؟ تمامی وظیفه های دولتی، تمامی وزارت های دولتی، تمامی دپوتات های دولتی، همش در اختیار شما غصب شدگی شده، در اختیار شما هستند. شما غصب کردین همه را و نگذاشتین مردم بس آسایشتگی او چیزی را که خودش میخواهد اما را پیروی کنند. در آخر یک ماده را میخوانم که خیلی تجاوز سخت به این مردم مظلوم تاجیکستان شده است از طرف تو دیکتاتور امام علی، از طرف رژیم تو دیکتاتور، که تو تجاوز کردی به نه تنها این کانستیتوسیون را عملی نمیکنین تو و خاندان تو و رژیم تو، بلکه تجاوز کردین، توف کردین به این سرقانون و پرتافتین. حالا که ما از حق و حقوق آزادی های خودمون توسط این کانستیتوسیون سرقانونی که در تاجیکستان گویا عمل کننده هست پیروی داریم، ما جنایتکار شدیم، ما تروریست اکستریمیست شدیم، ما باید مجازات شویم. برای ما بند و ماده میکشند در تاجیکستان. حالا که ما گفته استیم شما تجاوز کردین به سرقانون، بس کنین این تجاوزه. ما از حق حقوق آزادی های خودمون دفاع داریم، ما شدیم جنایتکار.
در مورد 65 بینه چی میگه. پرزیدنت رو شهروندانی تاجیکستان به طرز عموم مستقیم برابر و آوازدهی پنهانی با مهلت 7 سال انتخاب میکنن. در رای پرسی پنهانی انتخاب میکنن پرزیدنت با مهلت 7 سال، نه 28 سال. یک شخص با وظیفه پرزیدنت بیشتر از 2 مهلت پای در پای انتخاب شدن نمیتواند. های دیکتاتور خود در ماده 65 سرقانون جمهوری تاجیکستان امضا کردی که 2 مراتبه، اگه 5 ساله بود مایلش 7 سالش کردی، 2 مراتبه 7 ساله بود مایل 7 سالش 14 سالی، نه مایلش 14 سال بالا سر قدرت بودی، 28 سال شید. اولی هم نمیره با دندانای کرسی قپیده ولسته همه را غصب کرده گرفته. امروز که ما از حق حقوقی کنستیتوسیونی خودمون دفاع میکنیم، از حق حقوقی سرقانونی که برای ما داده است دفاع میکنیم، سخن میگوییم، امروز میره پدر مادر ما را اذیت میتی. حالا که این جای نازکی ما نیست. این رو بدانین پدر مادر ما اگر قتل هم شوند ما از این راه بر نمیگردیم. برای چیست؟ برای تو دیکتاتور و رژیم دیکتاتوری تو اگر خاتمه نیابد ما خاموش نمیستیم. برای چی؟ برای آنکه اینقدر خلق و مظلومی که در تاجیکستان زندگی داره، اینها بیزار از تو و رژیم تو هستند. اما ملاسف تو که حاکمیت غصب کردی، حالا که باید حاکمیت در دست مردم باشد، حاکمیت تو و خاندان تو غصب کردن، ما نمیگذاریم که این حاکمیت غصب شده ای تو بر دوام رود. خداوند انشاءالله ما را قوت میتید، ما رژیم ظالمانه تو را برهم خواهیم داد. جای نازکی ما در اونجا است که یا مرگ یا ما را قتل میکنین، از بین میبرین، و یا که تا آخر ما چیکار میکنین؟ رژیم ظالمانه تو را نابود میکنیم. دیگر جای نازکی نداریم، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، هیچ کس برای ما جای نازکی شده نمیتواند. سلامت باشین.